الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمین. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، باری دیگه در خدمت شما هستم با سلسله از جدید از برنامه تفسیر نور. همونطور که مستحضر هستید، این تفسیر برای آشنایی با قرآن کریم کلام الله تدارک دیده شده، با سبکی ساده، روان و همه فهم. به ژرفای معانی آن شاید زیاد تکیه نکنیم. لب کلام ما در اینجا تکیه بر معانی واضح و آشکار قرآنی است و تطبیق آن در واقع حیات انسانها که چگونه باید قرآن را فهمید و چگونه از دستورات تعالیم پروردگار در زندگی روزمره استفاده کرد. این اسلوب را به فضل و توفیق الهی آغاز کردیم و حال ادامه میدیم. درس امروز ما به حول قوه الهی از آیه 78 تا 82 سوره مبارکه البقره است. این 5 آیه را ابتدا بشنویم و سپس به محورهای بحثمون در درس تفسیر امروز انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بله عزیزان، اونطور که مستحضر هستید محورهای درس تفسیر ما شامل 5 مورد هست: ترجمه آیات، معانی کلماتی که در اون آیه ممکنه مشکل داشته باشه، فهم معانی لغوی اون، یعنی یک معنای تحت لفظی است و یک معنای دلالتی و مفهومی است که در اونجا کاربرد داره، و شرح مختصری از مجموعه این 5 آیه و ارتباطش با هم دیگر، و در نهایت درس عبرت هایی که باید از این قسمت از آیات برداشت بکنیم و اون را به کار ببندیم. به حول قوه الهی آیه 78، این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون.
آیه 78 سوره مبارکه البقره ترجمهش این میشه و عده‌ای از ایشان یعنی یهودیان، چون سیاق و صیغه کلام و ارتباط آیات ما بعد ما قبل درباره اهل کتاب و بخصوص درباره یهودیان هست و بنابراین فهمیده میشه که منهم یعنی از ایشان مراد یهودیانه و عده‌ای از ایشان یعنی یهودیان افرادی بی سواد هستند که از کتاب یعنی تورات جز آرزوها که منظور از آرزوها و امیال و هواهای نفسانی خیش همون خرافات، افسانه ها و دروغ پردازی هایشون چیز دیگه نیست، هیچ نمیدانند، حالان که اینها نیستند مگر در وهم و خیال پردازی. پس آیه 78 این دور ترجمه میشه و عده‌ای از ایشان یعنی یهودیان افرادی بی سواد هستند که از کتابشان یعنی تورات جز آرزوها یعنی خرافات و دروغ پردازی های احبار هیچ چیزی دیگه نمیدونن، حالا که اینها نیستند مگر در وهم و خیال پردازی. معانی کلماتی که در این آیه نهفته است منهم یعنی از ایشان منظور یهوده، امیون یعنی بی سوادان و منظور از بی سواد این نیست که خوندن و نوشتن بلد نباشه، بلکه مراد در اینجا اونیه که از مدلول فهم کتاب مقدسش بیخبر باشه. چه بسا میخونه اون کتاب را اما نمیدونی چه بهش میگه. الکتاب منظور این کتاب معهود هست که مشخصه برای یهود و اون کتاب توراته. الامانی جمع کلمه امنیه هست به معنای آرزوها و آرزو ممکنه درست باشه مطابق واقع و حقیقت باشه و ممکنه برعکس خیال پردازی و وهم باشه و اینجا همون دوم مراده، یعنی اون خیال پردازی ها، اون خرافات و افسانه هایی که بزرگان دین می ساختند و به خورد عوام الناس می دادند. این هم الا یظنون، کلمه یا حرف این نافیه است، یعنی همون معنای ما و لا داره هر کی با لغت عربی آشناست، ولی این قوی تر است چون جازمه است. این هم الا یظنون یعنی نیستند اینها مگر اینکه اهل ظن و گمانند، یعنی با تخمین، با خیال پردازی ها، با افسانه و دروغ بافتن ها فکر می کنند. ترجمه آیه 79 از سوره مبارکه البقره. پس وای بر کسانی که کتاب را با دستان خود می نویسند، یعنی کتاب را تحریف می کنند و آنگاه می گویند به عوام الناس میگن این کتاب از جانب الله است تا به بهای اندک. انگیزه این کار چیه؟ تا به بهای اندک آن را عوض بکنند یا بفروشند. وای بر آنان بر چیزهایی که می نویسند و وای بر آنان بر چیزهایی که به دست می آورند. دوباره ویل تکرار شده در این آیه‌ای که اونجا می فرماد فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به. و کلمه شراء هم به معنای خرید، هم به معنای فروش، هم به معنای استبدال اومده، یعنی اینکه این افسانه ها را عوض بکنن، به خورد مردم بدن و به جاش بهای اندکی از مردم بگیرن، مردم را به خودشون متوجه بکنن. معانی کلماتی که در این آیه نهفته است، ویل به معنای وای، معنای مرگ، کلمه نفرین هست و بعضی از مفسرین گفتند که وادی و دشت بزرگی است در جهنم و این هم شاید مفهومی درست باشه که اونها همونطور که در دنیا والعیاذ بالله مهدد هستند، انذار شده هستند، تهدید شده هستند به عذاب و قهر الهی، در آخرت هم به عذاب سخت الهی در جهنم تهدید میشن. یکتبون می نویسند ولی نوشتن همیشه در حد ذات خودش مراد نیست، هرچند که نوشتن اصله در گمراهی دیگران، چون میخوان بگن که این همون کتابی است که از جانب خدا اومده و ما داریم اونو بازگو میکنیم، در حالی که چه بسا ممکنه انسان حرفی بزند یا کاری انجام بده و سپس اون را به دین نسبت بدهد. این هم شامل میشه. یکتبون الکتاب بایدیهم، یعنی اون کتاب محرف را با دست خودشان می نویسند، با دست خودشون.
منظور از اشاره با دست یعنی با قوت، با اراده، با خواست، یعنی تعمد میکنن در انحراف و گمراهی مردم. به ایدیهم ویل لهم مما کتبت ایدیهم ویل لهم مما یکسبون. وای بر اونها، بر اون چیزی که به دست میارن از این راه، یعنی اونی که میخواد راه گمراهی را پیش مردم بذاره و سپس از اون راه نون بخوره، وای به حال اون. حالا این کسب گناه باشد یا کسب مال باشه یا کسب شهرت باشه یا هر چیز دیگه‌ای که هدفش و انگیزش از این کار باشه، والعیاذ بالله. ترجمه آیه ما بعد، آیه 80 از سوره آیه 80 از سوره مبارکه البقره، آنجایی که الله سبحانه و تعالی میفرماید و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. و قالوا یعنی همین یهودیان گفتن که لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. ترجمه این آیه میگویند جز چند روزی آتش جهنم ما را در بس نخواهد گرفت، یعنی فقط چند روز اگر ما به خاطر گناهانمون ما عذاب داده بشیم در آخرت این چند روز. البته بعضی مفسرین هم گفتن 7 روز، چون عمر دنیا 70,000 ساله به فرهنگ یهودیان و به ازای هر سال یه روز عذاب داده میشه 7 روز. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده و در سوره آل عمران الا ایاما معدودات فرق نمیکنه. قرآن کریم اینگونه بهشون پاسخ میده قل افاتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. بله، بگید که آیا از جانب الله عهدی دارید که چون الله خلاف وعده نمی کند چنین مطمئن هستید؟ یعنی شما دارید این ادعا را دارید از جانب خدا دارید به مردم میدید که ما فقط 7 روز یا چند روز در آتش جهنم عذاب نمیبینیم سپس نهایتمون بهشت است، یا اینکه چیزی به الله نسبت میدهید که از آن بیخبرید، یعنی دارید تقول میکنید و درست سازی میکنید. پس ترجمه آیه 80 این میشه که میگویند جز چند روزی آتش ما را در بر نخواهد گرفت. بگو آیا از جانب الله عهدی دارید که چون الله خلاف وعده نمی کند چنین مطمئن هستید، یا اینکه چیزی به الله نسبت می دهید که از آن بیخبرید؟ معانی کلمات آیه 80 لن تمسنا یعنی هرگز نمیرسد به ما، یعنی هرگز ما نمیچشیم. حالا چشیدن به معنای این که ما عذاب نمیکشیم، در جهنم نمیریم، بیشتر از این عذاب خدا به ما نمیرسه. النار منظورش آتش جهنم است. ایام معدوده در روزهای معدود یا چند روزی. اتخذتم عند الله عهدا یعنی از خدا عهد گرفتید، از الله عهد گرفتید بر این حرفتون، یا تقولون علی الله یا اینکه دروغ میبافید بر الله. ترجمه آیه 81 را بشنویم. ببینید این آیه خداوند عزوجل چنین تهدیدش میگه بلا من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی هرگز چنین نیست. بلا گفتن این حرف همیشه برای اثبات بعد از نفی است. قرآن میخواد اون چیزی که ادعای یهود بود رو نفی بکنه، بگه اینطور نیست که میپندارید، هرگز چنین نیست، بلکه برعکس هر کس مرتکب گناهی شود و گناهش او را در بر بگیرد، حالا یا اینکه اونقدر گناهش زیاد باشه مثل شرک، مثل کفر، یا اینکه از اون گناه اونقدر غوطه‌ور باشه در اون گناه که توبه نکند و امیدوارش بازم به اهل بهشت باشد، این چنین کسانی جهنمی خواهند بود و جاودانه در آن خواهند ماند. معانی کلماتی که در آیه 81 نهفته است، بلا همطور که عرض کردم خدمتتون به معنای اینکه بلکه یا هرگز چنین نیست، بلکه برعکسش اینطوره. و کسب یعنی به دست آورد یا انجام داد، و سیئه اشتباه و هر گناهی مانند کفر یا دروغ بستن به الله و هر چیز دیگری ممکنه شامل بشه. احاطت بهی یعنی در بر گرفت او را، یعنی اون انسان صاحبش رو، صاحب اون گناه. خطیئته مراد شرک یا گناهان کبیره است که از آن توبه نشده است، ولی وجه اولا اینه که بگیم شرکه، چون انسانی که گناه کرده امید به عفو و رحمت الهی است جز شرک. ترجمه آیه 82 را اینگونه است که الله سبحانه و تعالی در کنار اون تهدید و انذار به دروغ پردازان و بیسوادان نسبت به خدا و رسول و دین و وحی
در کنار اونها مژده میدهد به اهل ایمان و عمل صالح. میفرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. و این اسلوب قرآنی همیشه به چشم میخوره. هر جا انذاری هست نوید هم هست و هر جا نوید هست پشت سر انذاری هم هست. و ترجمه این آیه این میشه و کسانی که ایمان آورده اند و کردار خوب انجام داده اند همیشان هستند بهشتیان که در آن جاویدانند، یعنی در اون بهشت جاویدانند. مفاهیم لغوی که در مجموعه این 5 آیه نهفته است خیلی سریع و گذرا اینگونه ازش رد میشیم. امیون یعنی بی سوادان، از کلمه امی گرفته شده و جالب اینجاست که لفظ امی در اینجا دلالت بر بی سوادی مطلق نمیکنه، بلکه دلالت بر جهلی میکند که اسباب و زمینه انحراف عوام الناس هست. یکی از بدترین دردهایی که جامعه بهش مبتلاست و اون جهل انسان ها نسبت به اصول دینشون و عقایدشون هست. و همچنین داشتن تمناها و آرزوهای دروغین، یعنی عوام الناس چون اهل جهل هستند، اهل تحقیق نیستند، اهل بحث و کنجکاوی نیستند، به همین خاطر هرچی به خودشون داده شد میپذیرند، در حالی که اینطور نیست. اگر دین ارزش داره باید اونی که از دین سخن میگوید را به سینه جیم کشید. و امانی جمع امنیه است. جمع امنیه و امنیه یعنی خیالات، دروغ پردازی ها، خرافات، هر چیزی که در منطق انسانی نمی گنجد، معیار و ارزش عقلانی نداره، بلکه به خورد مردم داده میشه و آرزوها و تمناهای انسان هاست. اگر چنین کردی چنان می شود، اگر چنین کردی نه چنان می شود. با یک به اصطلاح آب و تاب دادن به یک مسئله خیلی عادی ممکنه مردم فریب بخورند و مردم هم عوام هستند و همه چیز رو از روی صداقت و سادگی و جهلشون میپذیرند. فویل یعنی اسباب لعن و نفرین الله، پس وای بر آن، نفرین بر آن کسی که چی؟ و این تکرار شدنش 2 بار در یک آیه، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، بر 2 کار بسیار زشت که علت و معلول هم دیگه هستند. یکی وای بر اون نوشتنی هایی که تقول هست، دروغ پردازی است به اسم دین به خورد مردم دادن، و یکی وای بر اون چیزی که از این را کسب میشه، به دست آورده میشه. حالا میخواد شهرت باشه، میخواد مال باشد، میخواد جاه باشه، میخواد ثروت باشد، هر چیزی این دنیایی که انسان به دنبالش هست تا در ازای دین فروشی به دست بیاورد، هر 2 ملعون هست و نفرین شده است از جانب خداوند. این 2 انگیزه است بسیار بد که سبب انحراف مردم از دین شده. با یک میان برنامه اون 2 علت رو بعد از این بیان خواهیم کرد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. این 2 انگیزه‌ای که عرض کردم خدمتتون، یکی تحریف دینه و یکی دین فروشی است. یکی تحریف دین، یعنی دین را اشتباه به مردم قالب کردن به خاطر امیال و هواهای نفسانی یا تعصبات مذهبی و گرایش‌های خاص خود انسان ها، و یکی از این را دین را به خورد مردم دادن و دین در مقابل دین چیزی کسب کردن از مردمه. مفاهیم دیگری که در میان این آیات نهفته است، ثم یقولون، یعنی این که دروغ پردازی ها با دشت، اون نوشته ها، اون گفتنی هاست به قصد گفتن، ثم یقولون، گفتن به قصد انحراف، میگویند هذا من عند الله و نسبتش میدن به الله، به خاطر اینکه وقتی گفتن این دین خداست، این در قرآن اومده، این در سنت آمده است و صحیح است و فلان است، این از ائمه اطهار و نمیدونم بزرگان دین وارد شده است، خب مردم قبول میکنن، میپذیرن. علم و درایت اون هم ندارند که بدونن راست میگوید یا دروغ. پس واقعا جایگاه یک انسانی که برای هدایت، به اسم دین سخن میگوید، بارش بسیار سنگینه، بسیار سنگینه.
از ائمه بزرگوار تابعین وارد است که فرمودند که اتقوا التفسیر فانه الفتوى من الله عز وجل یا القول عن الله عز وجل، یعنی درباره تفسیر بترسید، هر چیز به ذهنتون نرسید درباره آیات قرآن نگید، چون این فتوا دادن از جانب خداست و سخن گفتن از جانب الله است. لیشتروا به، تا اینکه عوض بکنند با اون چیزی که میگویند چیزی که بخوان به دست بیارند، معنای استبدال میدهد. و همچنین لن تمسنا النار، یعنی اعتراف به انحراف همراه با استهانت بدان، استهانت نه استعانت، یعنی به ساده گرفتن، آسون گرفتن. لیشتروا به ثمنا قلیلا، یعنی با اینکه میدونن اینکه گناه دارن انجام میدن، میگن حالا اگر گناهی هم باشه ما 7 روز چند روز بیشتر که عذاب نمیبینیم، باش آخرت هم تحمل میکنیم، بعد خدا ما رو چیکار میکنه؟ بهشتی میکنه. این جز دروغ پردازی و خیال پردازی چیز دیگه نیست، یعنی عذاب خداوند را به دست کم گرفتنه. قل اتخذتم، در اینجا رد ادعای باطل در اسلوب قرآن، زیبای قرآنی به چشم میخورد که الله سبحانه و تعالی میخواد بگه اینطور نیست. آیا شما عهدی از خدا دارید یا اینکه دارید دروغ میبافید؟ این برای بیان رسوایی این احبار و علمای یهود هست. در ادامه میفرماید بلا من کسب سیئتا، بلا هم تو گفتیم برای اثبات بعد نفیه، یعنی اون چی که گفتید درست نیست، خیالتون راحت باشه، چنین نیست، هرگز هم چنین نیست، بلکه برعکس اونه. کسی که راه گناه رو انتخاب بکنه، تعمد بکنه در کسب گناه، باید چیکار بکنه؟ تاوانش هم بده و اونقدر به این گناه غوطه ور شود، گناه اونو در بر بگیره، عین خیالش هم نباشه، نه توبه بکند نه دست از کفر و شرک بردارد. چون تقول علی الله یا سخن پردازی به اسم دین یکی از بزرگترین کفر در دین هست، کفر در دینه و چه بسا به شرک هم تبدیل بشه. چون انسانی که بر خودش جایز میدوند و روا میدوند که به خواسته های خودش دین رو تعریف کند، میشه خودش شریک خدا قرار داده، والعیاذ بالله. اینجاست که خداوند فرمود احاطت به خطیئته، گناهانش اونو در بر گرفته، اونقدر که اونو دیگه مغرور و خودکاه و متکبر به بار آورده، حاضر نیست گناهش رو بپذیره و از اشتباهش بپذیره و از اشتباهش بر بگرده. به همین خاطر فرمود اصحاب النار فاولئک اصحاب النار. اصحاب النار یعنی چی؟ یعنی یاران نارند، کسانی هستند که اینها بهشت جهنمی هستند، حالا خواهی نخواهی هر چی میخوان وصفشون باشه در دنیا، اما در آخرت دوزخیانند. اصحاب الجنه در کنارش کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، اینا یاران بهشتی هستند با هم دیگر و اهل سعادت. پس در مجموع این 5 آیه، از آیه 78 آنجایی که خداوند عزوجل فرمود و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون، تا آیه 82 که خداوند عزوجل فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. در این 5 آیه الله سبحانه و تعالی به شرح حال و بیان حال یهودیانی میپردازد که در برخورد با وحی منطق سلیمی نداشتند، بیان اسباب انحراف میکنه بین مردم عوام الناس و اون جهل و عدم توجه به صحت مقولات دینی، بلکه دلخوش میکنند به افسانه ها و خرافات و اون چیزی که به خوردشون داده میشه. بیان اسباب انحراف بین علما و کسانی که به عنوان دین، سخنگویان دین بین مردم سخن میگن، این که برای رسیدن به مکاسب دنیا متاسفانه بسیار از اینها دین فروشی میکنند. اسلوب واضح و صریح قرآنی در بیان حقایق و رد خرافات و دروغ پردازی ها، بلا من کسب سیئتا، این گونه نیست. خداوند با هیچ کسی رو درواسی نداره، با هیچ کس هم از هیچ کس هم واهمه نداره، اون چه واقعیت است بیان میکنه. و دین اسلام دین شفاف، روشن، واضح و آشکار هست. معیار قرآن در حقانیت و بیان این حقایق اینه که ایمان و عمل صالح، یعنی اون چی که باور درونی انسان هست، همراه با عمل نیک و کار درست سازگاری داشته باشه. اگر ظاهر و باطن انسان با اون جهتی حرکت میکند که خدا دستور داده، الله احکم الحاکمین سفارش کرده، اونجاست که انسان میشه انسان صالح
انسان درست، انسان خدا پرست نه هوا پرست. اسلام دینی است بسیار ساده و همه فهم، درش مقولات نمیدونم فلسفی قلم به سلمه وجود نداره. اسلام اومده واسه همه مردم، به همین خاطر مقولاتش اونقدر واضح و روشن است که باید همه مردم از اون بفهمند. درس و عبرت ها اینه که بسیاری از مردم با اینکه کتاب الله را میخوانند ولی از اون هیچ نمیدونن. یعنی ممکنه حتی مطالعه بکنن، تلاوت بکنن، بخونن. مسلمانان امروز را ببینید، بسیارند شبانه روز قرآن را میخونن اما با مفاهیم و معانی قرآنی بیگانه هستند. عامه مردم در امر دین با ظن و گمان سخن میگویند. عامه مردم در امر دین وقتی اومدن از قرآن سخن بگن، از دین سخن بگن، متاسفانه با ظن و گمان، و این جرأت شایسته نیست و این اخلاق در مورد قرآن و وحی جایز و روا نیست. انسان باید حرمت مقدسات دینی را داشته باشه. درست دین ساده و آرا همه فهم هست ولی باید اسبابشو به کار بست. بسیار از علمای دین از جهل مردم سوء استفاده می کنند و این بسیار دردی است، درد بسیار بزرگی در جامعه بشری که بسیاری از علمای سوء از اون به اون مبتلا هستند. باید از سخن بی اساس و بی دلیل در امور دین دوری کرد. باید به مردم فهموند که اگر از کسی به اسم دین سخنی شنیدید دلیل بخواهید. آیه کجاست و حدیث کجاست؟ آیا معنای این آیه همین است که شما میفرمایید و معنای این حدیث همین است که شما ترجمه میکنید یا اینکه معنا و مفهوم دیگه داره؟ تهدید شدید اللحن قرآن به دین فروشان، با کسانی که به اسم دین سخن میگویند اما اهداف دیگری دارند. معیار خوبی در دین، معیار خوبی ها در دین را همیشه باید داشته باشیم: ایمان و عمل صالح. اگر باور و اندیشه های ما انسان ها سالم باشد، درست باشد، توحیدی باشد، باید عملم در ظاهر صالح باشد، توکلمون بر خدا باشه، راضی نیازهامون با خدا باشه، همه حاجت ها و خواسته هامون از بارگاه احدیت باشه. و به همین خاطر است که ما در اینجا به همین بس پایین میدیم که آنچه که قرآن بران واداشته که اینقدر روی داستان یهود و اهل کتاب تاکید بکند، بازی با قرآن، بازی با وحی هست، بازی با مفاهیم دینی است که شایسته نیست. مسلمان اگر میخواهد واقعا مسلمانوار زندگی کنه باید رو به قرآن بیاورد و قرآن را خوب بفهمد و به معانی خوب قرآنی خوب عمل بکند. موفق و مؤید باشید. با فرصتی دیگر در خدمت شما و آیات قرآنی کریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.